سلام دوستای عزیز، امید که صحتمند باشین و شب روز خوب داشته باشید. سلام هموطنای عزیز، آرزوی عزیز را دارم که تو رو صحتمند باشین. ما در یکی از زیباترین شهر کجاستیم؟ حبیبی Welcome to لوکزامبورگ. ما در لوکزامبورگ هستیم. لوکزامبورگ یک ویدیو بسیار جالب دیدنی رو بر شما تهیه میکنیم. عزیزان دل، شما این برنامه ما را تماشا بکنید. میریم بخیر زیر پل سعی کنیم بریم. هموطنان عزیز، اینجا یک پل بسیار زیبا و مقبول است، اما متاسفانه درخت‌ها پوشانده شه. کوشش میکنیم اگر موقعیت درست پیدا کنیم بر شما از اینجا ویدیو تهیه میکنیم. بیا کالا بریم در اینجا رام داره. اینجا رام داره، بریم که اینجا چی هست. بریم. با ما همراه باشین. اینجا رو چقدر مقبول جور کردن نه؟ بسیار جالب است. ایره میفهمین این طرف پل است. بخیر میریم سعی کنیم که اگر پل تصویر بسیار زیبا و مقبولش داشته باشیم با هموطنان عزیز ما که تماشا بکنن. دیگه چنل ما را سابسکرایب بکنین تا یکی از مناطق زیبا و دیدنی جهان آگاه شوین. بسیار زیاد جالب است. میبینین که یک پل چقدر با یک زیبایی جور کردن در وسط پل و تو راه کشیدن که مردم میتونه که عبور و مرور کنن، تا بایسکل میتونه اینجا تیر شود. جالب است. ما یک آدرس زدیم، گفتیم که اینجا بریم، چی است ما رو نشان داد، ما بالای پل بودیم نمیفهمیدیم. پایانش که آمدیم بسیار مقبول است. سعی کنین دوستای عزیز، نمای شهر هر قسمتش بر شما به تصویر میکشم. من به یک چیز دیگه فکر میکنم. چی؟ بینیم زیر چراغ از چیز این بوتل چه قسم تیر کردن؟ کدام چراغ میگی؟ اینجا باشه خیلی که من زومش کنم. این روی زینا رو دیدی چقدر مقبول جور کردن؟ بله از هر قسمت از این آدم میتونه که نمای شهر با یک زیبایی خاص ببینه. بله جالب است نه؟ از سر ما سرویس و ارتیست. بله سر از یام دیگه آنه سرویس موتر و این چیزا یاد تیر میشه. جالب جور کردن هموطنان عزیز. دیگه این طرف سعی کنیم دیگه پایانش کار جریان داره. اینمی قصر است کلش که ما بین شهر جور کردن نه؟ بله اصلا این در زمانای قصر بوده. آها سعی از دیوارایش معلوم میشه که قصر بوده. بله اوکی. این طرف چقدر یک یعنی سابق از سنگ و این چیزا یا خوب چیزا جور میکردن. و یک چیز دیگه هم هست که در زمانهای گذشته اگر تاریخ اروپا رو شما خوانده باشین، سکوی جراوه سعی کنید، بسیار مقبول است. تاریخ اروپا رو خوانده باشین هموطنان عزیز که در اروپا بسیاری شهرها چی داشتن؟ چی میگن؟ تو دروازه و دیوار یاد داشت، مثل که در افغانستان کوی زنبورک شاه بود در کابل. چون خنده کردی؟ نشنیده بودی؟ کوی زنبورک شاه بود که هنوز هم یکان خرابه و یاش مونده. زنبورک شاه که بود، یک شاه بسیار ظالم بود که مردم ها را میبرد بزور. دیگه مردم ها را بزور میبرده و سرش چی میکنده؟ دیوار اعمار میکرده که از شال کابل محافظت کنه. دیگه همه تو پیش میریم. در اینجا ما در دو راهی قرار گرفتیم که کدام سو بریم؟ این طرفش که هستن رای بایسکلی هست و این طرفش پیاده رو هست. همون طرف میتونی؟ همین طرف میتونی. و این طرف آدم میتونه بالا شوه و این طرف میتونی بالا شوه. یک از همین طرف بریم. از همین سو بریم. از همین سو میریم. بالاخره بالا آمدیم و یک پل دیگه هم هست. سعی کنیم که اینجا هم بسیار جالب است. بسیار پلای مقبول داره کشور لوکزامبورگ. ما خود از اینی پل آمدیم نه؟ ما خودت اون طرف رفته بودیم. سعی کن اونجا رفتیم، اون جایی که بود زیر از اون رفته بودیم، پس تو بالا آمدیم از اونجا. بله دوستا ما از زیر از این پل پیشتر براتون فیلم گرفتیم
حالا در بغلش آمدیم، بسیار یک نمای مقبول داره. شاید از طرف شب بسیار مقبول معلوم شود. شاید ما او طرف پل که رفتم گفتم تایی که ما یک موقعیت درست پیدا نکنم که پل موقعیت درست یک تصویر درست شه به هموطنان عزیز ما پیدا نکنم اعلان نمیکنم اینو پیدا کردیم. شاید بیشتر بریم دیگه مقبول تر معلوم شاید شود. بخیر بریم دیگه جای بسیار مقبول دیگه هم داره که او جارم بخیر فیلم بگیریم. چقدر مقبول جور کردن اینجا را؟ اینجا را جور کردن و در بالایش هم دیگه حتما بیرق لوکزامبورگ بند میکنه. این یک چیز دیگه جالب دیدی؟ امی خود چیز که میگن نه تو باش که من تصویر درست پیدا کنم چرخ فلک که میگن نه هیچ چی نداره در کجای ازی میشنن مردم یعنی نه آنها جور میکنن. پیش برم من فکر میکنم که گاز چیز باشه اونجا ایسیز شور خو میخوره نمیفهمم که چیه. جالب است. از پیش سیلش کنیم بریم سیل کنیم که چی است. خب متاسفانه اینجا ما آمدیم دیگه دیگه بالا شدن نمیتونیم به خاطر کار جریان داره. بریم بخیر یگان جای مقبول دیگه. من سر از این کار کردم میرن آنه. بله. تاله ما دیگه. تاله ما. خب یک چای جالب دیگه رو میافتم سعی که اونو بالا اون نفر چی میکنه؟ این دیگه خواه ورده شوخی میکنه. بسیار جالب است دوستای عزیزی هم. دوستای عزیزی هم یکی از کلیساهای تاریخی کشور لوکزامبورگ هست. دل آدم نمیشه که داخل کلیسا بره. خب ما با هر فرهنگ با هر مذهب با هر چیز هیچ سر کار نداریم چون برنامه ما یک برنامه مذهبی و دینی و سیاسی نیست، اما از لحاظ معماری ما میریم سیل میکنیم. اگه اجازه داد داخلشه که چه رقم است شما تماشا بکنید. میره مثلا اگه در مندر بره یا در کلیسا بره به عبادت نمیره به سیل میره. بله. این مردم هم میان مثلا مسجد فیصل که هستن هر کس میره به دیدنش. بله. اگه افغانستان آرامی می بود خارجی ها شاید چی هم میرفت روزه مبارک در خود مزار شریف زیارت سخی جان و دیگه جا و خیالم که بسته است یا میبونن بیشتر خو نفر داخله. بریم ببینیم اجازه میتن نمیتن. هر مذهب از خود چی داره نه؟ سعی که هندو هم که ببینیم تسبیح داره نینام داره. شنبوی است. آزان بتم به این طرف دوستان عزیز سعی کنیم که بسیار زیباست. دو زمان یک معماری بسیار خاص را اینا داشتن. آیسته آیسته صحبت میکنیم که به کسی مزاحمت نکرده باشیم. این بالا را سعی کن. کدام بالا؟ این بالا اما خود که دم یک کلیسا که رفته بودیم نه؟ جالب است. گفتم که در یک کلیسا که رفته بودیم که هم نفر تشریح کرد نه؟ که اینجا من نگیدم در اینجا چی بود؟ این اینجا بنشان بودم خوبتر چی میشه؟ کم تاریکی هم خیلی باش چرا خدا روشن کنم یا نمیشه؟ چی میخواستی نشان بکنم؟ پیش برم؟ نه چراغ هم کار نمیکنه. اینا کلش که دست کار شده باشه است. بله کلش صنایع دستی است. یعنی دو زمان تقریبا چندین قرن پیش چقدر یک معماری خاص داشتن. من هیچ وقت میام از لحاظ زیباییش و از لحاظ معماریش سیل میکنم که دو زمان با امکانات کم چقدر یک کارهای جالب میکردن اینا. اما خود دستکاری چیزا بسخ شده. خب کدام چیز دیگه میگفتی خودت؟ اینجا نداشت که من نشان میدادم. من اینجا فکر کردم کس اما کلیسای دیگه که
چی بود؟ یک جایی که رفته بودیم در روی زمین تو نقش یا که بود گفتن که کلش قبر هستنه که کسایی که پیسه دار اینجا ندیدم. اینجا نداشت. خب دوستای عزیز میریم بخیر بقیه شهر و مناطق زیبای لوکزامبورگ هم بر شما ویدیو تحمیل میکنیم. اول خیلی بگویم که داخلش که رفتیم قسم سر من درد گرفت. هوا دپ است. از خاطر هوا دپ است. خب میایم سر از این نمی باشه نه داخل اینجا کارم میایم. خب آخه یا از سال 1963 شروع شده. اما تو رفته تا 1988 تا 1988 اینجا تغییرات آمده در اینجا است. برای بخیر بریم دیگه زودتر این هم نمای پشتر کلیساست و اینجا هم یکی از قصر بگویم یکی از مکانهای تاریخی دیگه مربوط به شهر لوکزامبورگ میشه و این هم بیرقش است. دیگه حتما اینجا یک جای بسیار تاریخی است. سعی کنین از سال 1940 تا 1945 کدام چیز نشته کرده دیگه اینجا ما خوانده نمیتونیم یا بیرق شریفشان. خب یا هم گلک ها اینجا موندن کدام گپ است. مجسمه رو دیدی؟ کشورهای اروپایی یکی از فرهنگایشان یا تاریخ زندهشان که است اینمی مجسمه هایی است که ما تو در فضای باز در مکانهای مختلف در اینجا یا دارن و این هم یکی از امون مجسمه های هست که شما هموطنان عزیز تماشا میکنید. امی تعمیرها و یارم که میبینم نه سر تام که نشان دادی بله کارش بسیار سابقه معلوم میشه. بله سنتروم یا مرکزش که رفتیم هم تعمیرهای جدید بود و هم تعمیرهای مدرن. اینجا که از همش تعمیرهای به سبک معماری سابق است. دوستای عزیز این هم یکی از کوچه های دیگه کشور زیبای لوکزامبورگ است که شما تماشا میکنین و ما یک جای دیگه میریم. بخیر چند دقیقه بعد میرسیم اینجا؟ یک دقیقه باشه اینجا باشه میرسیم بخیر اینجا میریم ببینیم که چی است. دوستای عزیز این هم یکی از جاهای زیبای تاریخی دیگه هست که شما میتونین تماشا بکنین و از دیدنش لذت ببرین. ما کوشش میکنیم که کوتاه براتون فیلم بگیریم. در این بالای از این چیز میبینی چی نشته است؟ در کجا؟ این تعمیر این سال 634 است. یعنی چقدر کهنه است که تعمیر بسیار قدامت زیاد داره و اینجا هم به زبان فرانسوی چون یک چیز دیگه نوشته است. دوستای عزیز زبان‌های رسمی که در لوکزامبورگ مشهور است یعنی هست مردم با 3 زبان در اینجا صحبت میکنن. با زبان فرانسوی، زبان لوکزامبورگی و دیگه زبان آلمانی. اینا با 3 زبان بلدیت دارن و صحبت میکنن و خوبیش است اگه زبان انگلیسی را هم شما بلد باشند بسیاری مردمشان آشنایی دارن به این زبان دیگه هم. یگان چیزکای خاص و زیبای پیدا میشه که آدم او را میخوای به تصویر بکشه. ای را هم شما سیل بکنین. یک چوب است و تو یک چیز جالب داره که سیل میکنه طرف آدم. و دوستای عزیز میخواستم یک کمک معلومات در مورد ازی براتون بدم که یک قصر سلطنتی از لوکزامبورگ هست اما متاسفانه داخلش اجازه نمیده که بریم فیلم بگیریم. یک چیز بسیار جالب دیگر سعی کنین اینجا اینا عروس و داماد هستن که اینجا آمدن. چیشان شاید باشه شاروالشان باشه اینجا دیگه نه امکان داره. ما کامنت میگم شاید همینشان باشه. بله یک کاخ سلطنتی است دقیقاً و فعلا یکی از دفاتر
رسمی یا شاروال هم اینجا در اینجا می باشه، مستقر می و چی باشه. است؟ این که در قرن 16 است، از قرن 16. اونجا هم سعی کنین شما پلیس داده است؟ پلیس؟ بخاطر سعی کنین بخاطر محافظتش. اونجا گارد. دیگه یک جای بسیار جالب آمدیم، دوستان سعی کنین این عروس و داماد زندگی خوشبخت خداوند نصیبشان بکنه. چقدر ساده نه؟ بله ما یا افغانا چقدر کشف هست. سعی کنین دوستان عزیز از 5-6 نفر زیادتر نیست و اینا اینجا آمدن عکس میگیرن، با شب که رفتن یک پارتی میگیرن، یک پارتی کوچک و یک چند نفر نفر و ما نفر خیلی بسیار نزدیکشان است، شاید اعضای فامیلشان. ما که 200 نفر نباشه نمیشه. بسیار زیبا واقعا. پرده شیایش نه آدم در کارتونی ها که میبینه اما قسم پرده یکای چی میباشه یا با مو چی از متاسفانه که داخلش اجازه نمیتن که برای آدم اینجا نفر کرده چی خود استاد است تفنگ نفر محافظ ها میگه دیگه پیش نبیش کن. خویی هم بازارکش هست. متاسفانه اکثر جایایش گفتن که تنها در چی اجازه است؟ تابستان. شاید اینجا تابستان واز باشه کنم برای ما. امکان داره یک وقت معین داره که آدم میتونه بره اونجا. اگه اینجا چقدر مقبول است؟ نه عکس نمیگم لوگه که میگم. راه جالب. چی داره اینجا؟ متاسفانه که زیاد جایای زیاده. این وقت سال بسته می باشه. بله. اجازه داخلی نمیتن که بریم. یک چی است؟ یک گیم است که تو میدونی که باز رنگه میکنه و دستش رنگ است چی میکنه نه؟ سبوه که است گیرکان که است. یا ما دمو پلیس از پشت میره. چی است؟ او هم از روی عظمت یک چیز گرفته شده که مردمایی هستن که میان رسامی میکنن. اما بسیاری رسامیشون بسیار جالب می باشه. باش که طرف بره می طرف چی است؟ اوجا رسه که چقدر جالب است. یک راگک بسیار جالب. در افغانستان هم تو جای زیاد بود. این جای را به نام تنگی یاد میکردن، خصوصا در شهر کنه کابل. اما تو یکان جایکای داشتن در شور بازار و طرف های چندول و ای جایا و یا این هم یکی از دفاتر خاص دیگه ایشان است. بریم داخل میمانه یا نه؟ تا بالا هر جاش که رفتم دیگه خود اجازه ندادن. فکر کنم کدام دفتر هستن. خانم خوب قدیمی هستن. واقعا دی ویدیو تا حال تانستیم که بسیار جای تاریخی لوکزامبورگ خانه بسیار جالبش به شما به تصویر بکشیم. اینیگه که مثلا شاید دگاهش نو کرده باشه اما اینی میشه که ماندن چی میگن کلکیناکش ها نه میشه نه سابقه را ماندن میریم دوستا پایان سرپایان جای دیگه هم مقبول یافتیم. مقبول جای هستن دیگه سعی کنیم که ما هر قدر که نزدیک میشیم چی هست و سرحد ما در کجا خواهد رسید. دیگه کوشش میکنیم که امو یک جای لوکزامبورگ برای شما نبانیم. دیگه فکر کنید شما هم همراه ما آمدین و چینل ما را همچنان سابسکرایب بکنید. و هموطنان عزیز شما با ما کامنت بگذارین که آیا شما در این کشور هستین یا ای که در دیگه کشورهای اروپایی. در هر کشوری که هستین کامنت بگذارین و همچنان کامنت های دیگه تانه و بگوین برنامه طرف توجه و علاقمندی تان تا به حال قرار گرفته یا خیر. هم یک قصر است نه؟
بله. چیز جالب مقبول است. اینجا فکر کنم که از خط ریل باشه نه؟ سعی کنیم پایان بریم شاید دگاه مقبول تر معلوم شوه. خب دوستای عزیز بالاخره جایی را که پشتش میگشتیم های میدان تای میدان چرچر گنجشکان پیدا کردیم. سعی کنین یکی از زیبایی ترین جایی است که در کشور لوکزامبورگ هست. تصاویرش شما بیننده باشین. بسیار زیبا، بسیار مقبول، بسیار قشنگ است. و این پل سعی کنین. این پل سعی کنین چقدر مقبول است. سرش چی تیر میشه. سعی کنین دیگه تماشا کنین و از این طبیعت زیبای یکی از کشورهای زیبای اروپا لذت ببریم. این طرف بریم که از این طرف چه رقم معلوم میشه. چقدر مقبول. بسیار مقبول، بسیار زیبا. من این تو پلا زیاد خوشم میاد. خودت خوش میاد؟ بسیار مقبول است. همینجا هم سعی میکنن که کارهای ساختمانی جریان داره. یگان جایی که تخریب شده او را جور میکنن. لوکزامبورگ یکی از کشورهایی است که پستی و بلندی زیاد داره، مثل هلند و هموار نیست. در هلند یکی از ویژگی های خاصشی است که مردم بایسکل رانی زیاد میکنن چون یک کشور هموار است. اما دیگه کشورهایی که دیگه که بیایی یک کمک مشکل میشه، کشور آلمان، کشور بلژیم هم قدر خوب است، داره بلندی و چیزا و یاد داره. باز فرانسه بله طرفا بسیار بلندی و این هم به فرانسه نزدیک است. بله متوجه است این قصر بودن نه؟ که ما بین شهر جور کردن هم اصلا یاد همین داخل قصر بوده که سعی کنو را بریم. کجا را؟ اونو ترینه. اوه چقدر جالب. اون بسته شهر میگردن آدم. از کجا را بریم پیداش کنیم. او را پیدا کنیم دوام بریم بخیر. کوشش میکنیم که جای مقبول و دیدنی بخیر بریم. میرم سعی کنم. در اینجا حتما یک دانه زندان بوده. یا شاید اسکر می بوده اینجا اسکر می بوده از این شهر محافظت میکرده. و اونجا چقدر مقبول است. سعی کنید یکی در اینجاست. یکی دیگه در اونجاست. و اما تو پیشتر جای دیگه هم داره که نفرا بودن که از این شهر محافظت میکردن. کوشش میکردن اونجا که بریم؟ کجا؟ اونجا؟ اما هر جایی که میگی میریم بخیر. بریم. و اونجا چقدر مقبول معلوم میشه نه؟ کجا رو میگی؟ اون که کوز چی هستش؟ درختا که هست روبرو؟ بسیار جای مقبول هستن. خب بریم یک بالا جای دیگه است یکی جا بالا شویم اینجا چی گپ است؟ این از 1995 چی شد البته ترمیم کردن شد. بالا رفته میریم دیگه سعی میکنیم که چی است. از این یه بسیار مقبول معلوم میشه. سعی کن خود شهر خوبش بود. کوچه گشتیم پیشتر. دوستای عزیز هفته و یکم مزاحمت به تصویر میکنه. فکر کنم برتان خوبش معلوم نشه دیگه. این بود برنامه امروز ما. شما رو به خدا یکتا میسپارم. شاد و موفق باشین دوستای عزیز. خدا حافظتان. هر جای که هستین خوش و خرم و کامگار و پیروز باشید.